امشب با من بیا جایی که خیابوناش نفس میکشن. یه شب گلسار پر از نور، پر از عطر، پر از نگاهایی که قصه میگن. اینجا همه چی بیداره. بوتیکایی که پشت شیشه هاشون رنگ ها با هم بازی میکنن. کافه هایی که بوی قهوه‌شون با بوی عطر زنونه قاطی شده. خانوم ها با لباس های تابستونی که با هر قدم نگاه ها رو به بازی میگیرن. آقایون با چشم هایی که نمیتونن از این همه زیبایی دل بکنن. اما این فقط یه خیابون نیست، این یه نمایش زنده است. و امشب یه اجرای خاص هم داره، صدایی که قراره تا ته روحت بره. میخوام تا آخر با من بمونی، چون هر قدم این خیابون یه داستانه و امشب این داستان مال من و توه. امشب گلسار یه حال و هوای دیگه داره. فرشاد با اون انگشت ها که سیم های گیتار رو مثل یه عاشق نوازش میکنن و حامد با صدایی که حتی سکوت رو هم به زانو در میاره. دارن آهنگ های شادمهر عقیلی رو اجرا میکنن. یخ زدم، کوه، بی احساس. یه میکس از پرطرفدارترین آهنگ های شادمهر. آهنگشون غمگینه ولی یه غم سکسی، یه غم که نمیذاره چشماتو ازشون برداری. وسط این خیابون شلوغ این دوتا مرد انگار جادو کردن. بعضی ها رد میشن بی خیال، ولی اونایی که میفهمن وای میستن. چشماشون خیره، لبخندشون پر از حس. گوشی ها بالا، همه میخوان این لحظه رو نگه دارن. و من فقط ایستادم و نگاه میکنم. حس میکنم این صدا داره شهر رو بغل میکنه. تو همین جایی؟ حسش میکنی؟
اما این فقط شروعشه. بیا با هم راه بیافتیم از سراح گلایون، جایی که خیابون اصلی گلسار انگار برای مهمونی شبونه آماده شده. هوا تاریکه ولی چراغ‌ها مثل دست‌هایی که آروم نوازش می‌کنن همه جا رو روشن کردن. آسفالت خیابون برق میزنه. نور ویترین ها مثل چشم هایی که از پشت شیشه نگات میکنن. بوتیک های لباس پر از رنگ، پر از خط های وسوسه انگیز روی تن مانکن ها. گالری های لباسی قرمز، مشکی، ساتن. میدونی چی قشنگه؟ تصور این که همین حالا یه نفر این ست ها رو بپوشه، آروم برگرده و فقط برای تو بندشو باز کنه. درست میشه داد.
از کنار کافه ها رد میشم. بوی قهوه با بوی عطر زنون قاطی شده. یه عطری که وقتی نفس میکشی بدن تو گرم میکنه، داغت میکنه. یه لحظه وایسا، چشماتو ببند. این خیابون با همه صداهاش، با همه نورهاش، نمیخوام حتی یه ثانیه‌اش رو از دست بدی. خانوم ها، وای خانوم ها، یکی یکی میان و میرن با لباس های تابستونی که انگار واسه رقصیدن با باد دوخته شدن. لبخند هایی که میگن شب تازه شروع شده. موهایی که مثل موج روی شونه ها میریزن. صدای پاشنه کفش ها، هر ضربش مثل یه نوت موسیقیه، سکسی، وسوسه انگیز. میدونی چی قشنگه؟ نگاه مردایی که نمیتونن نگاهشونو بدزدن و زوجهایی که دست دو دست میان این خیابون رو زندگی کنن. اینجا یه چیزی میخوام ازت. اگه تا اینجای راه با من بودی، اگه این حال رو گرفتی، یه نشونه برام بذار. کامنتت برام مثل یه یادگاریه، یه قصه که فقط من و تو میدونیمش. و اگه این صدا، این تصویر، این حال دلت رو برده، یه قلب قرمز بزن تا بدونم تو هم عاشق این خیابون شدی. ولی نرو، هنوز کلی حرف دارم باهات. بریم جلوتر. نورها بیشتر میشن. صدای خنده ها، صدای حرف زدن زوجها، صدای موتوری که با یه ناز رد میشه. این خیابون یه جادوی خاص داره، یه جوری که هر بار میای یه قصه جدید برات میسازه. کنار طلا فروشی ها برق طلا چشمتو میزنه. کنار گالری های کیف و کفش مدل هایی که فریاد میزنن منو بخر، منو بپوش. حتی مغازه های اکسسوری موبایل تو رو وسوسه میکنن که یه چیزی بخری. اما برای من همه وسوسه هاش یه طرف، عطر این خیابون یه طرف. یه عطری که حتی وقتی بری خونه هنوز رو لباست میمونه، هنوز باهاته.
حالا رسیدیم به میدون صابرین، ولی باور کن دلم نمیخواد این شب تموم بشه. میدونی چرا؟ چون این خیابون قصهش تموم نمیشه. هر بار که باهات میام اینجا میخوام یه تیکه از دلمو همینجا بذارم. پس با من بمون. این فقط یه قدم زدن نیست، این یه تجربه است، یه حسی که فقط من و تو میفهمیمش. شب تازه شروع شده.